حاصل قضیه اینمی است. حاصل قضیه امیست. نصوص قطعیه کتاب و سنت به ظاهرش حمل میکنیم. یک، اسما و صفات پروردگار با مو سیستمی که در قرآن و سنت آمده با مو حمل میکنیم. دو، و تعویل اگر در یک جای میکنی در همه، اگر نمیکنی در همه. حاصل قول فیصل چی است؟ بلند بگو. تمام صفات الله که در قرآن و حدیث است همیقا میگم که ما یلیق، بس خلاص دیگه چی مشکل داری؟ این چی معناست که خدا در کجاست؟ الله خودش به ما رحم و کرم نصیب بفرماید. فتوا کشیدن هر که بگوید خدا و عرش است کافر است. یک فتوا ای بود. کسایی که خبر دارین به من بگوین که خبر دارین ندارین؟ دارین نه؟ فتوای دیگری برآمد که هر که بگوید که خدا و عرش نیست کافر است. خواب استی بیدار؟ این فتواها در 2-3 سال اخیر در افغانستان ما را به بینی رسانده است. همه کار را تمام کردن، در زمین در عرش رفتن. دیگه کارهای زمین خلاص شده، در عرش رفتن. مشکلات خودشان حل شده، به ذات خدا شروع کردن. یک مسئله. دوم مسئله، در آغاز طوری ما را وادار ساخته بودن که تلفن ها را قفل کنیم. تلفن باز می بود، سلام علیکم و علیکم السلام. ما مهربانی خدا در کجاست؟ خدا در کجاست؟ او بنده دیگه هیچ سوال نمونده. الله در کجاست؟ بازی یک مدت گم شد یک 6 ماه 7 ماه، باز یک شو در 10 بجه شو سلام علیکم علیکم. امی خدا در کجاست؟ ما هم خب بنده ناچیز هستیم. گفتم تو یهود هستی، نصارا هستی، سیک هستی، کدامش هستی؟ همین که غلمغل شروع کردم گفتم من شاگرد فلانی هستم، نه یهود هستم نه نصارا، مسلمان هستم، شاگرد فلانی هستم. خیری گپ زدم سوا دیگه استاد زیر زنگ زدم. گفتم به میلیاز خدا، به میلیاز قرآن میگم هر چی که تو لیازش داری، یا به میلیاز پیسه و موتری که تو دوست داری، نکو به لیاز خدا ملت گمراه نکو دیگه. ها چی گپ است؟ من گفتم دیگه هیچ سوال نمونده، همین گپ است که خدا در کجاست. این بحثا است. در حلقه تفسیر که پارسال یا پیرار سال بود یادم نیست، والله اعلم پارسال بود پیرار سال بود، دوستان همی جمع بعد از نماز پیشین کمک مرا جور دادن. جورشان همی بود که رگ گردنشان سر ما خیزاندن که تو میگی که الرحمن علی العرش استوی چطور انکس. خیر ما خود تحقیق خود کردیم. بعد از پیشین آمده گریان کرده. ها چی گپ است؟ دیگه خواب دیدم که شما در جای درستان هستین، ابن مسعود رضی الله تعالی عنه در جوار شما نشسته است و یک عالم دیگر هم از زنده ها گفتن که او هم است و شاگردان میگه که ابن مسعود استاد امام ابو حنیفه صاحب است، عقیده ازی مطابق از اوست. دیگه ما تسلیم هستم، قناعتم فراهم، ما را ببخشید. گفتم برو الله شما را ببخشد، آنچه که مربوط به ما است ما بخشید. ما تحقیق خدا مربوط به متشابهات میکنم، ولی بعد از او کار مربوط خودت. دلت خفه میشی، دلت خوشحال میشی. دوست عزیزم، یکی عقیده سلف است، یکی عقیده خلف است. یعنی ماتوریدیه، منصور ماتوریدی در باب متشابهات تعویل انتخاب کردن. تعویل انتخاب کردن، به مجبوریت انتخاب کردن. خواه با چی انتخاب کردن بگو؟ مجبوریت. مثلا انتخاب کردن که الرحمن علی العرش استولا، رحمان بالای عرش غالب است. وقتی که رحمان خالق و غالب بر عرش شد، باقی موجودات خب هیچ است دیگه. چرا عرش بسیار بزرگ است. نی دگه رسیدین یا نرسیدین؟ این بحثا برای ضرورت امو زمان بوده که چون ملحدین کسایی بودن که الحادگرایی میکردن، اصل که بگوییم که آنچه مناسب شأن الله است نمیپذیرفتن، جناب منصور ماتوریدی مجبور شد برای شکست دشمن، برای به اصطلاح خاموش کردن دشمن، افهام دشمن، خواستن که تعویل کنن. وگرنه عقیده سلف به ما مشخص است که حالی اندکی بعد میبینین. ما اعتراض علیه منصور ماتوریدی نداریم.
به خاطر از که گفتم زمانه فرق میکنه، برداشتها فرق میکنه. در عصر امروز هم بسا موارد است به ارتباط ثبوت نسخه 100 آیت و حدیث بگو قبول نمیکنه، یک مسئله از تورات بگو ناگزیر است که قبول کنه. خود جامعه تغییر میکنه، عرضه مطابق تقاضاست در بخشای فرهنگی دیگه. به این اساس متوجه حالتان باشین دوست عزیزم. خواب استی بیدار؟ بلند بگو. یک نفر گفت ما چی بفهمیم که قرآن کلام الله است؟ ما گفتم در 1400 و چند سال کسی هنوز به رقمش آورده نتونسته. دلیل است گفت احمد ظاهرم یک موزیک نواخته، کسی به رقم از اون نواخته نمیتونه. خیلی قرآن است. گفتم چند سال شده؟ گفت این گپ صحیح. گفتم ارگاه که 1400 سال بعد نتونست با صحیح است. دوم، ما صوت پیامبر را نگفتیم، ما صوت پیامبر را نگفتیم که اون نواخته و دیگه کس نمیتونه. ما امی مضمونی که در قرآن است، امی آیت و مضمونه. بیاره کدام صفحه کتابی که احمد ظاهرت نوشته کرده دنیا نوشته نکنه، 40 برابرش خوبتر از اون نوشته میکنه، 100 برابرش. پس اینا اینجا نه آیت به او قناعتش فراهم میکنه نه حدیث. پس به این اساس گپا را متوجه دقیق بوده باشین. عصر جناب منصور ماتوریدی به جای خودش، حال ما تحقیقات خود به این ارتباط داریم. در آغاز یادتان باشه آیات احادیث خدمتتان اشاره میکنم، بعد قول فیصل ده. شما سعی کنین. الرحمن علی العرش استوا، پروردگار بر عرش مستوی هست. ترجمه لفظی امیس، رحمان بر عرش مستوی هست. بابا میگه کما یلیق بشانه، چه رقمی که مناسب شانش است. اینال امیر قایم گرفتی که رحمان بر عرش است. اگه امی تو بگیری بسیار خرابی میکن. قصه های را مربوط به ابن تیمیه نسبت میکنن، چون ما عادت دارم که به تحقیق قبول نمیکنم. ابن تیمیه سر منبر سخن میگفت، این آیت که خواند گفت کاستوایی علی هذا، مثل که ما میل از سر کرسی استم، امی رقم الله به عرش است. پایانش کردن این قزدن که از درازی دراز شو، از برداری بردار. من نمیفهم، قصه برای من معلوم نیست، کتاب زیاد گپا است. خب به هر صورت رساله داره الاستوا، رساله مستقل خود ابن تیمیه داره الاستوا. ما رسالهش دارم، ما براتون عرض کردم که کتاب مذاهب مختلف ما دارم. حتی کتابای لیلین 180 بود، چند صفحه بود، من یک سال خوانده بودم از اول تا آخرش، که نظریات را معلومات کردن بر سرش رد کردن. یک کتاب است به نام اظهار الحق، امر دنوتت بگی. اظهار الحق 2 جلد است از مولانا کرانوی دیوبندی برای رد دنیای نصارا و یهود. یک کتاب ناب در جامعه انسانی است، حتی در کشورهای عربی بعضی جاها خوانده میشه و ما را هم از سعودی آوردیم، در حالی که از علمای دیوبند است. بسیار کتاب برجسته است، بسیار برجسته است. شاید 1500 صفحه باشه، نمین زیادتر باشه، تخمینی میگم، کلان از 2 جلد است. هدفم در اینجاست که هر چیز خواندن. الاستوا، رساله استوا ابن تیمیه را من خواندم، قصه دروغ است. از اون رساله ها فهمیده میشه قصه دروغ است. خب متوجه باش، نظر سلف داره. خب به هر صورت ما مکلفیت دفاع از افراد نداریم، مکلفیت دفاع از حقیقت داریم. این حال من خدمت عرض میکنم. الرحمن علی العرش استوا، یک و در 128 نحل و هو معکم. عفو میخوام شمارش غلط نشم، سوره نحل باز. و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم، در شماره غلط نشم. پروردگار امرای شما هست، اینما کنتم، هر جایی که شما هستی. اگر میرسین یعنی و هو معکم اینما کنتم. یک. دوم، ان الله مع الذین اتقوا. دوم، ان الله مع الذین اتقوا، الله امرای کسایی است که پرهیزگارن. ان الله مع الذین اتقوا، الله امرای کسایی است که پرهیزگارن. سیوم، ان الله مع الصابرین، الله امرای کسایی هست که صابرن. یا به موسی و هارون میگه لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، میگه شما نترسین، اننی معکما، من امرای شما هستم. اننی معکما، من امرای شما ام. خب یادتان باش. لا تحزن ان الله معنا، جناب رسول معظم در جبل ثور و ابوبکر صدیق میگه غم مخور، الله امرای ماست.
یعنی آیات است. دیگه رسیدین یعنی اینجا گفته که رحمان بالای عرش است، اینجا گفته که رحمان بر عرش است، اونجا قرآن میگه و هو معکم اینما کنتم، هر جایی که باشین الله با شماست. اونجا میگه ان الله مع الذین اتقوا، الله امرای کسایی است که تقوا دارن. اونجا میگه لا تخافا اننی معکما، تو موسی هارون نترسین من امرای شما هستم. بر رسول بس ابوبکر میگه لا تحزن ان الله معنا، جناب رسول در جبل ثور است، موسی کلیم در مصر است، متقی در شرق و غرب است. الله میگه من امرای اینا هستم. اینجا میگه الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش است. سبحان الله. دیگه جای میگه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم یا وهو رابعهما فی السبت. ما یکون من نجوا ثلاثه، هیچ مشوره سه نفری نیست الا هو رابعهم، مگر الله چندمش است؟ بگو 5 تا مشوره والا نیست مگر الله چیزش است ششم. در دنیا مجالس مشورتی است و هر چی که باشه لک باشه یک تا بالایش الله است، میلیون باشه یک تا بالایش الله است. و در دیگه جای میگه و هو معهم اذ یبیتون، زمانی که در شب مشوره غلط میگیره منافقین مشرکین، جناب الله امرای اونا هست. پس این آیات است. و در سوره رحمان آیه 27، در سوره رحمان آیه 27 می فرماید و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، پس باقی میماند روی پروردگار. نعوذ بالله. هدفم در اینجا یک مثال است. و یبقى وجه ربک، صرف روی پروردگار باقی میماند، دیگه ذاتش نه. نعوذ بالله نعوذ بالله. ظاهرا نظر همین تو میشه. 152 انعام یریدون وجهه، اراده میکنن افراد صالح و نیک عمل روی پروردگار را. همین معنا را میکنی؟ چی معنا میکنی؟ 88 قصص کل شیء هالک الی وجهه، همه چیز هلاک میشه مگر روی پروردگار، یعنی باقی ذات پروردگار هم هلاک میشه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. 39 طه ولتصنع علی عینی، برای این که در حضور چشم ما انجام بدی. سبحان الله. واصنع الفلک باعیوننا. 77 هود واصنع الفلک باعیوننا، کشتی را تعجب بساز در حضور چشمان ما. نعوذ بالله معنایش بر رقم ما و شما خو نیست. یا بل یداه مبسوطتان، هر دو دست پروردگار دراز و باز است. این چی معنا میکنی؟ و یحذرکم الله نفسه، الله می ترسانه شما را از نفس خود. نفس پروردگار چی است؟ سبحان الله. در قرآن میگه یوم یکشف عن ساق، وقتی که الله پاچه بر بزند، ساق برای پروردگار ثابت میکنه. کشف ساق عبارت از پاچه بر زدن است. برای پروردگار ساق و پاچه ثابت کردن خودم کافر میکنه. پس چی معنا ده اونجا میکنی؟ سبحان الله. الیه یسعد الکلیم الطیب، الله سبحانه و تعالی میگه کلمه طیب سوی کی بالا میشه؟ بگونی پروردگار بالا میشه. سبحان الله. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای افسوس بر من که من تقصیر کردم در جنب پروردگار. جنب پروردگار چیست؟ و من معنا کن باز اگر گپ بسری تعویل آمد. یا یؤذون الله، کسایی که الله را اذیت میکنه. کسی الله را اذیت نمیتونه. و جاء ربک والملک صفا صفا، پروردگارت بیایه و ملک صف به صف. او را چی معنا میکنی؟ پس این آیات همه با هم باید یک جا دیده شوند. این آیات همه با هم یک جا دیده شوند. اگر الرحمن علی العرش شد، امرای دیگران نمیشه، امرای متقین نمیشه، امرای مشاورین نمیشه، در سطح جهان هر جای نمیشه. اگر هر جای شد در عرش نمیشه، پس چی معنا میکنین اینالی؟ معنا مشکل میشه. تحقیق میده پیش میریم. هدفم در اینجاست اگر تعویل میکنی در اونجا تعویل میکنی، در اینجا تعویل میکنم. تعویل نمیکنی در اینجا هم تعویل نمیکنم، در اونجا هم تعویل نمیکنم. کتیمه یک راه را برو. مثلا زمانی که من با دوستا بحث داشتم گفتن و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم. این در سیاق علم است. آخرین توجیه برادران ما امی است. و هو معکم و مانندی در سیاق چیست میگه؟ بلند بگونی. معنایش است که علم پروردگار است. هر جای باشی از علم پروردگار خالی نیستی. من گفتم که الرحمن علی العرش استوا در سیاق خلق است. اگر بس بر سر اون تعویل باشد تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، بس بر سر خلق است. پس معناش است که پروردگار خالق عرش است.
اگر بحث بر سر سیاق و سباق باشد لکه سرنگه و هو معاکم په سیاق د علم کې راغلی ام دارنګ دلته په سیاق د خلق کې راغلی الته بیا د علم د الله نه خبره کوي دلته بیا د خلق نه غږیږي بیا سره قم کوي خواب استی بیدار بلند بگونی وقتی که و هو معاکم تعویل کردی که بالعلم پس از تو میخواهم یک آیت پیش کو که و هو معاکم علما یا یک حدیث پیش کو و هو معاکم علما سیم قول نمیپذیرم متوجه است یا نیستی اگر بحث بر سر تعویل است این چنین است و در عین حال بازو صحیح هم نمیشه چرا جناب الله سبحانه و تعالی که به موسی گفت جناب به موسی و هارون گفت نه اونجا گفت که من امرای شما هم اسمع و ارا گفت میشنوم میبینم نگفت که اعلم اسمع و ارا میشنوم و میبینم و در عین حال جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم گفت لا تحزن ان الله معنا اونجا معیت علمی و قدر کفایت نمیکنه نصرت مهم است اونجا شما غمگین نشوید نصرت رب با ماست باز نشد نه باز نشد گپ بر سر تعویل باشد چنانچه شخصیت‌های دانشمند عصر جهان عرب معیت ها را یکسره علما میگیرن معیت ها را یکسره علما میگیرن علم الله معیت شما را داره اینجا میگم که با در سیاق خلق است رای حل چیست دوست عزیزم میده پیش میریم اینالی وقتی که شما اینجا با هو معکم علما بگی و خود خلاص کو در الرحمن و العرش استوا به طرف احادیث میرم دور دومش در کتاب بخاری مسلم اما بگی صحیحین عند الصحیحین بگی مشکلت حل میش خلق الله آدم على صورته خلق الله آدم على صورته خلق کرده الله سبحانه و تعالی آدم را على صورته یک ضمیر راجع به سوی الله است به صورت الله بگی میدان پورا کن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله هدف ما القای شبهه نیست میایم به اصل حقیقت میایم و در عین حال جناب امام مسلم رحمت الله علیه عند مسلم به روایت ابو هریره اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه وقت مقاتله میکن از روی پرهیز کنین چرا فان الله خلق آدم على صورته زیرا الله آدم را به صورت خود خلق کرده در روی انسان نزن زنانه را در رویش نزن اطفال را در رویش نزن حتی در قتال هم در روی نزن به خاطر ازی که خلق کرده الله به صورت خودش یا بخاری مسلم قصه میکند از قیامت الله سبحانه و تعالی میگه هر کس چیزی را عبادت کرده بود دنبال امو بروه و باقی میمانه امت مسلمه پروردگار میایه به صورتی که نمیشناسن میگه از اینجا بریم میگه نه تا رب ما نمیریم پس میایه به صورتی که میشناسن اونجا میایه که پروردگار به صورت مشناختگی به صورت غیر مشناختگی برای ما معنا کنن دوستایی که معیت علمی را توجیه میکنن و الله را بر عرش میدانن و دیگران را تکفیر میکنن برای ما مشخص معلوم کنن و عین شکل در بخاری مسلم بازم دیگه است پروردگار میگه روز قیامت لا تزال صفت پروردگار قصه میکنه لا تزال جهنم یلقا فیها در جهنمی را انداخته شده میره با همیشه که انداخته میشه و تقول هل من مزید جهنم میگه دیگه هست حتی یدع رب العزه تا زمانی که پروردگار میماند چیزی خود را بگونه قدمی خود را در اونجا میماند سبحان الله تا پروردگار در جهنم چی را میمانه قدم خدا بگی معنا کناله بیار معیت علمی جور می نمیآید در بخاری مسلم میآید پروردگار چی میکنه یضحک الله الی رجلین ضحک میکنه خنده ضحک میکنه پروردگار به دو مردی که یکی دیگر را کشته اردو جنت رفته دو مردی که یکی دیگر را کشته اردو جنت وحشی جناب حمزه را به شهادت میرسانه و بعداً وحشی مؤمن میشه اردو جنت میرن خب هر صورت یکی دیگر را کشته اردو جنت میره معنایش امیست که بس زمانی که یک انسان یکی دیگه یک تایشه میکشه باز او دیگر هم او دیگه میکشه به قصاص میکشن یا به هر صورتی که است صورتایی که اردو جنت میره بس ما در او مسئله نیست بس ما در اینجاست که الله خنده ضحک میکنه چاره چیست ثبوتش قطعی است به نص پیامبر صلی الله علیه و سلم یا در بخاری مسلم می آید یدنی المؤمن من ربه
مؤمن به پروردگار در قیامت به رب نزدیک میشه. فیضع علیه کنیفه، پس پروردگار کنیف خود سر عبد میمانه. ای که کنیف چی است، چی سطر است، گپی جدایی است، ما نمیدانیم چی است. ناگزیر استیم که را در متشابهات بگیریم. در نزد امام مسلم زنکی را که کنیزی را پرسان میش این الله، میگه در آسمان. الله در کجا است؟ در آسمان. ایمانش قبول میشه. در صحیحین میآید، یادت باش. میفهمین یعنی در کجا میآید؟ در صحیحین. لقد عجب الله من صنیعکما بضیفکما. مرد صحابی که میمان داشت، تفلکار خانومش بچل خواب داد و بعد علیکین گل کرد، نان امرای میمان میخوردن، طوری وانمود میکردن که اینام میخوره. رسول معظم میگه الله تعجب کرد از کار شما به میمانتان. تعجب به معنا کو که چیست؟ صحیحین میگه سبحان الله، خدا خودش رحم کنه. یطوی السماوات یوم القیامه، روز قیامت آسمانا را الله میپیچان. ثم یاخذه بیمینه، بعد آسمانا را به یمینش میگیره. ثم یقول انا الملک این الجبارون. جبارین یا جبارون؟ میگه الله آسمانا را پیچانده به دست راستش میگیره. به ما معنا کنیم. صحیحین میگه، بخاری مسلم، من در نزد گمان بنده ام به همین سیستم پیش میره. میگه وقتی که تو 1 متر بیایی، الله چند متر به نزد تو میاد. تو آیستا آیستا برو، الله دویده دویده به طرف تو میآید. بگی میدان پورا کنالی، الله دویده دویده به طرف تو میآید. دوست عزیزم، و در بخاری افرادش کنت سمعه الذی یسمع بی و بصره الذی یبصر بی به، یعنی من گوش بندم به من میشنوه، چشم بندم به من میبینه، دست بندم به من میگیره، پای بندم به من را میره. خواب استین بیدار؟ بلند بگونه. پس چاره چی است؟ چاره ای بود آیات و احادیث متشابهه. آیات و احادیث متشابهه اگر به تاویل می روند، تاویلی که مناسب ذات رب العالمین هست، از خنده و از تعجب خوشی را میگیرن، احسان را میگیرن، به هر آنچه که میگیرن کار خودشان. اگر تاویل نمی کنن، یکسره به تاویل قبول داریم. چی میگیم؟ الله امرای شما از در هر جای آنچه مناسب شأنش است. خب متوجه باش، الله امرای صابرین است آنچه مناسب شأنش است. الله امرای موسی و هارون بود آنچه مناسب شأنش است. الله امرای رسول و ابوبکر بود آنچه مناسب شأنش است. الله بر سر عرش است آنچه مناسب شأنش است. الله ید داره آنچه مناسب شأنش است. الله وجه داره آنچه مناسب شأنش است. مشکل حل میشه نمیشه؟ بلند بگو. چی ضرور که دمی قدر جنجال میکنین؟ چی ضرور آنچه که مناسب شأن الله است به مو ایمان داریم. خلاص به قرآن و احادیث صحیح ثابت است. ساق پروردگار آنچه که مناسب شأنش است. کشف ساق آنچه که مناسب شأنش است. خواب است بیدار؟ نظریات علما هم امیس دوست عزیزم، نظریات علما هم امیس. مخلوق وقتی که تمام صفات پروردگار دیدی، صفات مخلوق هم ببین. خنده و ساق و ضحک و معیت در مخلوق هم است، به خالق هم است. ولی کل شما معنا کردیم که آنچه مناسب شأن اوست. اما از یک آیت دیگر کار میگیریم، از یک آیت دیگر که 11 سوره شورا هست. لیس کمثله شیئا، مانند پروردگار هیچ چیزی نیست. یعنی پروردگار معیت داره مانند من و تو نه. پروردگار تعجب داره مانند من و تو نه. پروردگار ضحک داره مانند من و تو نه. پروردگار ساق داره مانند من و تو نه. پروردگار علی الرحمن و علی العرش استوا لا کاستواینا علی الکراسی. مسلم که ما سر چوکی استیم این رقم نه. دگه رسیدین یا نرسیدین؟ تعبیر شخصیت های علمی ایست که بلا کیف. رحمان به عرش است بلا کیف، محکوم است بلا کیف، ساق داره بلا کیف. دوستای تیزگزک میگم من،
یگان وقت دو آتشه میگم، یگان وقت تیزگزک. بلند بگوین چی است؟ تیزگزک میگم. بلا کیف معنایش همیست که شل، بلا کیفیت، بی کیفیت نه. معذرت میخوام، عفوا الرقم الذي طلبته لا يمكن الاتصال الان، شوي بعد تتصل. به این آدرسی که تو تماس گرفتی و این موفق نمیشی، امکان اتصال نیست، امکان بعداً به یک رقم دیگه متصل شو. بلا کیف معنای سمیست که کیفیت و چگونگیش را ما نمیدانیم. خواب است بیدار. بلا کیف به این معنا نیست که ید الله شل است و از تو قدرت داره، نعوذ بالله. معنای شمیست که کیفیت به ما معلوم نیست. فهمیدی یا نه فهمیدی؟ علی گپم. این تیزگزک هم گلمش جمع شد. 65 مریم هل تعلم له سمیا، با پروردگار هم نام، در هیچ صفت ذاتش نیست، در ذاتش و در هیچ صفتش هم نام نیست، نه در معیتش، نه در استواش، نه در دیگهش، نه در تعجبش، نه در ذکرش، هیچ اصلا وجود نداره. ای بود آیات احادیث. ابن عبدالبر مالکی مجتهد محدث است، میگوید در نزد اهل سنت اجماع است به این که صفات وارده در قرآن و حدیث قطعا به پروردگار ثابت است. اهل سنت والجماعه مجمعون متفقا على الصفات الوارده كلها في القرآن والحديث. در جریان متشابهات ملاوچه میره بیرون. با این از عقیده چی خبر میشه؟ یعنی چی میشده باشه که با فیصله سرانجام چی شد خواه؟ بعد میگه محمول به حقیقت است نه مجاز. محمول به حقیقت است. ساق و تعجب و ذکر و استوا یکسره به حقیقت است. الا انهم لا یکیفون شیئا من ذلك، هیچ کدام کیفیت نمیکنن، نمیگن با کیفیتی چی، کیفیتش به الله معلوم است. اجماع اهل سنت والجماعه بلا کیف شد نشد؟ بلند بگونی بلا کیف و کدام معنا؟ کیفیتش به من و شما معلوم نیست. هرگاه میگه که ما لا نکیف گفتیم، معیت امرای استوا تناقض نداره. وگرنه عرش الله که به عرش مستوی است، خی معکم چه رقم میشه؟ جواب دادیم که معکم بلا کیفیت، نمیفهمیم چه رقم. الرحمن علی العرش استوا، نمیفهمیم به چی کیفیت، نمیدانی فارسی را. دیگه میرسین یعنی هیچ نوی تناقض دیده نمیشه. ما یلیق بشأنه. حلول، بحث حلول که پروردگار گوش و چشم انسان شو و حلول کنه، باز این کفر است. بلند بگو چی هستی؟ این به یادت باشه هیچ معنایی نداره. انسان به این عقیده ها از دنیا کافر میشه. والراسخون فی العلم یقولون، کسایی که راسخ در علمن، در سوره آل عمران در باب متشابهات میگن ایمان داریم، باقی را به کی تسلیم میکنن؟ بلند بگونه سبحان الله سبحان الله. الله به ما و شما رحم و کرم نصیب بفرماید. امام احمد ابن حنبل در باب نزول رب، باب نزول رب فی سماع دنیا، مستقیم در حدیث باب است. پایان شدن پروردگار در آسمان دنیا می فرماید به ایمان داریم، تصدیق داریم، کیفیتش به ما معلوم نیست. امام احمد، امام السنه، امام الحدیث، صاحب مذهب می فرماید ما فقط ایمان داریم. ایمان که نمی حدیث هست، آنچه مناسب شأن کیست بلند بگو. حاصل آنچه که رسول به او آمد از جانب الله، به او ایمان داریم، گفتنی نداریم. سبحان الله. جناب امام شافعی می فرماید آمنت بالله و بمراده من کتابه، آمنت برسول الله و بمراده من ارشاده. ما ترجمهش گفتم. امام شافعی رحمه الله می فرماید با کتاب خدا ایمان داریم، در متشابهات آنچه که مراد الله است او ایمان داریم، در متشابهات آنچه که مراد الله است بو هم چی داریم؟ ایمان داریم. خلاص چی خوب. پیامبر برش ایمان داریم، در متشابهات که ذکر و خنده را به الله ثابت کرده به مرادش ایمان داریم. کیفیتش به ما معلوم نیست. کیفیت به ما چی نیست؟ بگونی معلوم نیست. بس خلاص. خلاصه مطلب از شخصیت‌های علمی به نام شیخ عثیمین چند سال پیش مرده، 10 سال شد، کم شد، زیاد شد، از شخصیت‌های علمی جهان عرب است. او می فرماید
اجماع سلف ثابت است. آنچه که در قرآن و حدیث صفت پروردگار است قابل قبول است، لکن من غیر تشبیه ولا تعطیل ولا تکییف. تشبیه نمیتیم، معطل نمیکنیم، کیفیتش هم به ما معلوم نیست به چی کیفیت. کل دنیا را بگردین یک گپ است، کل دنیا را بگردین. اگر معیار قرآن در حل قضایا باشه قبول دارم، به تعویل با تعویل هر دوش قبول دارم. اگر معیار سنن پیامبر باشه صلی الله علیه و سلم در قضایایی که سوال میکنی خدا کجاست و کافر، معیار سنت میمانی، به تعویل با تعویل در خدمت هستم. اگر معیار اقوال صحابه را میمانی به تعویل با تعویل قابل قبول. معیار چهار مذهب میمانی به تعویل با تعویل قابل قبول. اگر معیار شخصیت های دانشمند جهان عرب میمانی که چون دین از اوج آمده بدون شک قبول. من جمله شیخ عثیمین چه گفت؟ اجماع سلف به این ثابت است که اینمی صفات را که پروردگار دارد بدون تشبیه، بدون تعطیل و بدون از که به چی کیفیت هیچ او را ما دست نمیزنیم، فقط ایمان داریم. بلند بگو چی داریم؟ ایمان داریم. خواب است بیدار. پس خلاصه مطلب دوست عزیزم، استوا آنچه مناسب شأن الله است. بلند بگو آنچه مناسب شأن الله است. از تو پرسان میکنم، پیامبر علیه السلام در آیات و احادیث متشابهه بحث کرده نکرده؟ بلند بگو. بگو نه؟ بلند بگو. تو که در رابطه بحث میکنی از سنت برآمدی، تو که سلفی میدانی خدا از سنت برآمدی، از سنت برآمدی تو بدعتیستی. نشست با بدعتی مجاز نیست. و توی تسر جیب آشانیت پر تو بگو ما رفتم تا که تو به سنت بیایی. خلاص ما رفتم تا که تو به سنت بیایی. اگر پیامبر بر حق بود ناحق نعوذ بالله بگو. اگر پیامبر بر حق بود بحث تو ناحق است. اگر پیامبر ناحق تو بر حق هستی این عقیده باطلی تو است، نمیپذیرم. خلاص خواب است بیدار. از این خاطر جناب شیخ شاه منصور بابا رحمت الله علیه از امام مالک این تو عبارت میگفتن که متشابهات اصلها معلومه و کیفیتها مجهوله والایمان بها واجب والسؤال عنها بدعه. اصلش الرحمن معلوم است، عرش معلوم است، استوا معلوم است، کیفیت مجهول است که به چی کیفیت. ایمان برش واجب است. سؤال از کیفیت چی است؟ سبحان الله. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انت مستحق للنار نحن نجتنب منكم. ما از شما اجتناب میکنیم که به معیت شما جهنم نرویم. در دیگه جایا چطور كل بدعة ضلالة میخوانی با در عقیده نمیخوانی؟ نه. پس از این خاطر دوست عزیزم او بحثا را به شکل علمی به شکل فنی باید پیش برد. خواب است بیدار. انشاءالله وعده وفا شد. قسم به مخالقت سلفیستی خلفی، اگر راضی نیستی بلند شو آزادانه سؤالت بگو. نه خفه میشم سرت، نه از پیش دق میشم، نه سیاست پتکه میکنم. تا می 4 بجه دیگر شو من اینجا شیشتگیستم، تا می 4 دیگر هم شو اینجا هستم. تو باید قناعتت فراهم شود که از اینجا برآمدی دیگه می گپا را نزنی که خدا دا کجاست، هوجه کافر این گپا را از جیبت بکش. بلند شو دیگه. نه کسی مشکل داره. کسی که به این فیصله راضی است از من نترسه، از الله بترسه. از کی میترسین؟ همه صفات توجیه منصور ماتوریدی در زمانش قابل قبول. فعلا ما به متوجه سلف ماستیم که آنچه مناسب شأن کیست موافق هسته. هر کس پالویش سعی کنه کی دوست بالا نکرده آن یک تا نو بالا کرد. خواه یک تا را مدیدم که نو بالا کرد، دیگه پکی زدم و نو بالا کرد. او از ترس بالا کرد. خواه آن که خلاص شد، آن که نمیداند علاج کار او نزد ما نیست. خلاص که نمیدانه خلاص دیگه دمی چی مشکل دارین از برای خدا. اینک قضایای مستند را با یک دنیای از رنج پارسال جمع کرده بودم، امسال خدمتتان عرض شد.